این محصولات مسئول مهنتی دستی هنرآموزان لیسه کسبی تکنیکی ناحیه وسه بوده بخشیده به دور ولایتی آزمون جمهوریوی ملکه کسبی اینجا گرد آورده شدند. در این آزمون از لیسه های کسبی تکنیکی شهر و ناحیه های منطقه کلوب از روی 15 نامگوی هنر داوطلبان اشتراک نموده دانش و ملکه خود را سنجیدند. سنجش‌ها در دو زینه نظریوی و عملی گذرانیده شدند. با سوال‌های در تست آورده شده اشتراکچیان از روی دانش تعلیمی نظریوی که از خود نمودند جواب گردانیدند. سنجش‌ها در سیمخانه‌های با واسطه‌های عیانی مجهز گردانیده شده گذرانیده شده رفت آن را نمایندگان حکمان آزمون نظارت کردند. باید قید کرد که در زمینه تحصیلات ابتدایی کسبی 65 مؤسسه دولتی تعلیمی ساحه تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت می‌کند. از روی 14 سمت و زیاده از 135 اختصاص متخصصان را با در نظر داشت طلبات بازار داخل و خارج کشور آماده می‌کند. قید کردن با موارد است که جهت اجرا نمودن نقشه چاره‌بینی‌های داخلی کمیته با تحصیلات ابتدایی کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته پیوسته آزمون‌ها تشکیل و گذرانده می‌شود. مقصد اساسی آزمون جمهوریوی ملکه کسبی این پیش از همه شوق و ذوق خوانندگان به زمینه تحصیلات ابتدایی کسبی اختراعات و کشفیات و مدل سودمند و به این وسیله آماده کردن کادرهای کارگری و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان و به این وسیله با جای کار تامین نمودن ختم کنندگان زمینه تحصیلات ابتدایی کسبی به حساب می رود. قسمت دومی شرط آزمون که تاریخ عملی بر راه مانده شد برای داوطلبان شرایط و امکانات‌های مساعد تکنیکی فراهم آورده شدند. از روی مشاهده عیان بود که هنرآموزان نازکی‌های کسبی پیش نمودهشان را خوب از خود نموده این تجهیزات‌ها را با رعایت قاعده‌های بی‌غداری در سطح خوب اداره کرده می‌توانند. بنابر سبب زیاد بودن شماره داوطلبان آزمون ملکه کسبی در این مؤسسه تعلیمی هنرآموزی طول 2 روز ادامه یافت. بهترین ها را بعد جنبستی آزمون کمیسیای آزمون معین نمود. آنها به دور جمهوریوی راه خط گرفتند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از منطقه کولوب برای برنامه اطلاعاتی نوید.